مهمون کیه؟ هیچی، یک از دوستام و دخترش میخواد بیاد. کدوم دوستت؟ تو نمیشناسیش، تازه باش دوست شدم. باشه اتاق تمیز کن بده. باشه. سلام عزیزم. سلام. سلام عزیزم. سلام خاله. سلام خالی جونم، خوبی؟ سلام. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید بشینین. مرسی عزیزم. بفرمایید دفعاتون پذیرایی کنید. من موز میخوام. زشته مادر، مگه ما خونه خودمون موز نداریم؟ نه بابا، یک ماه نخوردیم. چرا دروغ میگی مامان جان؟ این همه موز بردا بخور. دیگه نمیخوام. چرا؟ خب عزیزم راحت جایی که نشستیم؟ آره خوبه. چرا چی شده؟ نه فقط میخواستم ببینم آب جایی که تازه از سوئیس سفارش دادم به قیمت 120 میلیون خوبه یا نه؟ نه زیادم راحت نیست. من خودم سفارش دادم از آلمان، 200 میلیونم هزینه کردم. توش از پر قور استفاده شده عزیز دلم. واقعا؟ اسم چیه؟ به تو چرا؟ مامان زشته. اسمش نازنین زهراست پسرم. نازنین، چه اسم نازی؟